آقای روحانی هم خدا عمرش زیاد ریاست کنه، جمهوری ریاست هستن. جمهوریه که خیلی زحمت میکشه واقعا، خیلی بله. کار میکنه، دستش در نکنه. و من نمیدونم ایشون خسته میشه چجوری استراحت کنه. من خسته میشم خوابم نمیبره، ایشون هم خسته میشه چجوری خسته میشه. ایشون فقط یه وقتایی دروغ کم میاره، یه دونه راستم میگه. خب آقا یه آرم استیشن ببینیم بچه‌ها. ما هم بریم کلانتری بغل ورد. این مریضی های جدید همش از دوره آقای روحانی شروع شده. واقعا دیگه مریضی به اون بنده خدا راه نداره. چرا این مریضی ها اکثرش من میشنوم تو همین 7-8 سال پیش اومده. آقای روحانی حواستون جمع باشه. الان میدونی که جای ما با آقای روحانی عوض شده. ما باید تلویزیون باشیم مردم رو سرگرم کنیم، ماشاءالله هر 10 تا کانال آقای روحانی و رفیقاش آره دارن ما رو سرگرم میکنن، دستشون درد نکنه. ولی خب همه بیماری هم بنده خدا نه بیماری رو نمیگم، همین که باید مردم بخندن. ما مرض قند داریم، نشستیم تو خونه جم نگاه میکنیم آقای روحانی رو شبکه‌های مختلف نشون. آره. بعد راجب کارهایی که نکردن جلسه میذارن. راجب کارهایی که نکردن آره دیگه، چون کاری نکردن جلسه میذارن. جلسه میذارن. کاری نمیکنن که اگه کاری بکنن سر کارن، تلویزیون نشون نمیده. خیلی من میدونم چون اینا همه بوق میذاری بعدن روش. نه به خدا لایو عمو. لایو یعنی چی؟ الان یعنی داره زنده پخش میشه، همه دارن میبینن. نه بابا به حضرت عباس دستگاه هوای بوق داشتی اینا رو میرفتی؟ آره بابا آقا اینو از اول تکرار کنیم. معذرت میخوام آقا، همه اینا که من گفتم من نبودم و من نگفتم. اون اکبر عبده بود، این اکبر عبده یه چیز دیگه است. قربان علی هم عاشقتم.